سلام دوستان، امروز توی این ویدیو میخوایم تا نحوه ثبت نام توی سایت شرطبندی آسنود رو بهتون آموزش بدیم. همونطور که میدونین سایت آسنود یکی از سایت شرطبندی بسیار معروف و معتبره که با خیلی راحت میتونید تو ثبت نام کنین و حساب خودتون رو شارژ کنین و سپس به انجام شرطبندی بپردازین. خب ما الان وارد لینک اصلی این سایت شرطبندی شدیم که در ویدیوهای قبلی تمام جزئیات سایت رو بهتون آموزش دادم و میتونین اون رو مطالعه کنین. خب برای ثبت نام در قسمت بالای صفحه سمت چپ یک گزینه وجود داره به نام ثبت نام. روش کلیک میکنین تا وارد صفحه ثبت نام بشین. همونطور که میبینید در صفحه ثبت نام یک فیلد وجود داره که یه سری اطلاعات از شما میخواد و شما این اطلاعات رو باید وارد کنید و سپس بر روی ثبت نام کلیک کنید تا اکانت برای شما ساخته بشه. خب همطور که قابل مشاهده است یک ایمیل باید وارد کنین، یک رمز عبور باید برای خودتون انتخاب کنید و دوباره توی فیلد بعدی تکرارش کنید تا از صحت اون مطمئن بشین که اون رو کامل به یاد دارین. نام و نام خانوادگی خودتون، شماره تلفن و کد امنیتی و سپس روی این گزینه کلیک میکنید تا اکانت برای شما ساخته بشه. خب ما حالا پر میکنیم، یک ایمیل وارد میکنین، یک رمز عبور هم برای خودتون انتخاب میکنین. اینجا هم میتونین از پسوردهای قوی پیشنهادی خود گوگل استفاده کنین یا حالا به صورت سلیقه‌ای یک پسورد برای اون انتخاب کنین. خب ما حالا پسورد انتخاب میکنیم برای آموزش. اینجا نام و نام خانوادگی خودتون رو باید وارد کنین. حالا من مثلا این رو برای خودم میذارم چون یک ویدیو آموزشیه. اینجا شما تلفن خودتون رو وارد میکنین. این کد 98 کد ایرانه و شما باید شماره تلفن خودتون رو اینجا وارد کنین و سپس بر روی و سپس کد امنیتی اینجا وارد کنین JDSXU. خب بعد از اینکه تمام فیلدها رو پر کردید، ایمیل، رمز عبور و تکرارش، نام و نام خانوادگی، تلفن همراهتون و کد امنیتی، بعد از اینکه تمام اینها رو پر کردین با اطلاعات صحیح روی گزینه ثبت نام کلیک میکنید تا حساب برای شما ساخته بشه. دقت کنید من سری اطلاعات حالا آموزشی اینجا وارد کردم چون این کلیپ آموزشیه، ولی شما باید از ایمیل های شخصی، تلفن و اسم شخصی خودتون استفاده کنید تا برای احراز هویت و حالا برداشت وجه با مشکل مواجه نشین. پس اینها رو با اطلاعات دقیق، صحیح و کامل و حقیقی پر کنین تا به راحت بتونید وجه خودتون رو از سایت برداشت کنین. بعد از اینکه تمام اینها رو با اطلاعات صحیح پر کردین روی گزینه ثبت نام کلیک میکنید تا ثبت نام برای شما انجام بشه. برای ورود به حساب کاربری هم روی این گزینه کلیک میکنین. اینجا ایمیل، رمز عبور و کد امنیتی رو وارد میکنید و سپس برای ورود به حساب کاربری کلیک میکنین تا وارد حساب کاربری خودتون بشین. اگر هم رمز خودتون رو فراموش کردین روی بازیابی رمز کلیک میکنین تا پسورد جدید به ایمیل شما ارسال بشه و طریق اون بتونین دوباره وارد اکانت خودتون بشین. خب این از آموزش امروز. حالا در کلیپ های بعد به نحوه شارژ حساب کاربری و برداشت سود، احراز هویت، نحوه استفاده از بونوس‌ها به همه به صورت کامل میپردازم. پس همراه ما باشین.